نوروز برای زندگی نشاط بخش است. گذشته های ما چگونه بینید یک رمز خوبی داشتند که محض در همین جشن نوروز از گناه همدیگر گذشته و همدیگر دوستی و رفاقت کرده و خانه های همدیگر رفته دوستی را تحکیم می‌بخشیدند. در برابر تغییراتی که با آمدن بهار در طبیعت می‌شود، انسان ها نیز کوشش می‌کردند که تغییر باطنی خود کنند و دوستی و صمیمیت و مهربانی همدیگر را دعوت کنند. این جزئی پسیکولوژی یا خاراکتر ملی ما محسوب می شود. نوروز بر این آیین و مراسم نیاگان ما در مفکوره و در تفکر هر یک انسان، هر یک شهروند، هر یک انسان با خرد بنیادکاری و سازندگی را تقاضا می‌کند. ما زیاییان و دانشمندان و مخصوصا عالمان موظف هستیم که همین گونه ایدها را، یعنی درباره این ایدها، درباره یعنی این سنت ها، درباره ارزش بلند این گونه فرهنگ سالاری خودمان و جوانان معلوماتی باز هم بسیارتر دهیم. به فکرم حاضر هر یک جوانی نیست که نداند که با ابتکار جانب تاجیکستان و چند مناطقی که حوزه نوروز هستند، با ابتکار آنها امر یونسکو برآمده بود و این یعنی این عید جهانی گردید. هر یک جوان و هر یک فرد تاجیکی که درباره نیاگان خودش یعنی معلومات مشخص به دست بیارد، دانش و سواد وی زیاد شود و بالاخره فضل و فراست وی زیاد می شود، تعمق اندیشه وی بالا می رود و چون تعمق اندیشهش بالا رفت، یعنی در وی حسی مهن پرستی، خودشناسی و حسی افتخار از همین مرزبوم، حسی حفاظت همان ایدهایی که در گذشته داشتیم. چون که دائما ورد زبانی ما است که بیروزی تجربه روزگار بهره بگیر، یعنی افراد حاضره و جامعه تاجیک از همان گذشته، از فرهنگ سالاری ما حتما ما باید سبق بگیریم. احترام به نیاگانمان که پیدا شود، یعنی در ما حتما همین احترام به همین مرزبوم، احترام به هر یک دقیقه که ما در صلح و آرامش زندگی میکنیم، در یعنی اینقدر رزق و روزی فراوان به وجود آمده است، یعنی در این محبت به این وطن زیاد می شود. نوروز جشن مردمی، جشن طبیعی و جشن زیبایی است. اما در شرایط صاحب استقلالی دولتی کشور ما مضمون و محتوای تازه گرفت. با پیشنهاد سرور دولت ما تاریخ نوروز بیشتر مورد تحقیق قرار گرفت از طرف عالمان ما، از طرف اهل فرهنگ ما. نوروز عالمان ما را، عالمان اکادمی علم ها را نیز و تحقیق بیشتر هدایت نمود و اصالت ملی ما، ریشه های فرهنگ خود ما بیشتر رو آوردیم و چی بودن نوروز را از گذشته ها تا امروز بیشتر به مردم معرفی کردیم.